نمیدانم چه کسی هستم، ولی دست کم میدانم که دیگر بیشعور نیستم. نیل بیشعور بهبود یافته. در طول تاریخ روانپزشک‌های متفاوتی برای بیشعور در نظر گرفته شده است. حتی در تاریخ باستانی بیشعورها بردهداری می‌کردند و بیشعورهای تمام عیار گردن می‌زدند و مقبره می‌ساختند. در قرون وسطی مردم را با میخ به چوب می‌بستند و به آتش می‌کشیدند و معتقد بودند هر کسی سوزانده می‌شود جادوگر است. بعضی از بیشعورهای تمام عیار به حصارها نزدیک می‌شدند و بی اختیار می‌سوختند. غسل بیشعورها به این صورت بود که به گردن مردم طناب می‌بستند و آنها در رودخانه فرو می‌کردند. مدتی بعد پاکسازی رگ‌های خونی با زالو مد شد و مدتی بیشعورها را مجبور می‌کردند که زنجیر حرف ای را که حرف اول بیشعور اسوشل است به گردن بیاندازند. بعدها این کار را تنبیهی برای زناکاران در نظر گرفتند. البته این نوع روانپزشکی مزیت‌های خاص خودش را داشت، اما تأثیرات بدی هم داشت. خوشبختانه گسترش روانپزشکی باعث شده است که ما درمان بیشعوری را با روش‌های مدرن انجام دهیم، اگرچه چالش درمان بیشعورها بیکران است. برای بیشعوری که در مسیر درمان قدم نگذاشته باور کردنی نیست که بتواند رنج تغییر نحوه زندگیش را تحمل کند، با وجدان زندگی کند، قدر بهبودی را بداند، بفهمد گناهکار است و پشیمان شود، یکدلی با دیگران را تجربه کند و انسانیت را ترویج کند. بیشعور بهبود یافته باید در مسیر تغییر هویت، ارزش‌ها و رفتارش قرار بگیرد. بعضی‌ها در مسیر بهبودی شغل و دوستانشان را نیز از دست می‌دهند. خانواده‌هایشان برای آنها نگران می‌شوند. برای مدت دیگر خانواده‌هایشان و حتی خودشان را هم نمی‌شناسند. خیلی سخت است که با این همه آشفتگی کنار بیایید، اما بیشعور بهبود یافته باید با خیلی مسائل بدتر از اینها نیز کنار بیاید. او باید قدرت روبرو شدن با ترک عادت‌های همیشگیش مثل دغل و دروغ را داشته باشد. او باید از شر وقاحت و خشمش خلاص شود و تمرین کند که خودش را با همه برابر بداند. او باید از مردم آزاری دست بردارد و تلاش کند که مهربان و یاری رسان باشد. دیگر نباید به مردم کلک بزند، باید به پا خیزد و با این رفتارها مقابله کند. مهمتر از همه این که باید بیاموزد به جای تنبلی زرنگ و قابل اعتماد باشد. در واقع بار این مسئولیت سنگین بر دوش ماست. بیشعورها به حمایت و درک ما احتیاج دارند. ما که دیگر در زمان بربرها زندگی نمی‌کنیم. زمانی که بیشعوری نوعی شخصیت محسوب می‌شد، ما در زمان